سلام. بازم با یه موشکاف دیگه مصدع اوقات شریف شدیم. امشب موشکاف دوباره وسط رینگ وایستاده تا یه روند دیگه از کشتی کچ تو نظامو براتون گزارش کنه. بله دیگه کار از کشتی فرنگی آزاد گذشته. کشتی تو نظامم مثل ستون ولایت کج شده. یعنی دیگه همه چی آزاده، از مشت و لگد بگیر تا کله و جفتک و گردن و باقی غذایا. اژه‌ای گوشخوار که جدیدن از دادستانی کل نظام قیچی شده بود، اجالتا معاون پوشالی و سخنگوی قوه قضاییه است، آخرین وضعیت قلقم باندی رو اینجوری گزارش کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده متهم میمره از مسئولان سابق دولتی گفت حکم صادر شده، اما چون قطعی نیست از بیان جزئیات آن معذورم. حکم صادر شده و فی الجمله هم محکومیت به اصطلاح حبس و جزای نقدی است، اما از بیان جزئیاتش من کاملا معذور هستم تا زمانی که حکم قطعی بشه. این میمره همون ممرضا رحیمیه، معاون اول عنتری نژاد. آخوند اژه‌ای گفت از ذکر جزئیات معذوره، اما ورق‌پاره های باند کوسه ظاهرا هیچ معذوریت و محذوریتی ندارن. تیترا رو ببینید چه کرده. این ستن دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد واریز 16 میلیارد تومان دولت به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی. معاون احمدی نژاد محکوم به حبس و جزای نقدی. قرار 30 میلیاردی برای سعید مرتضوی. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این عکس‌ها و این تیترا واسه علی گدا به اندازه 4 تا لگد، اونم تو آبگاهش هزینه برمیدارن. داره میگه اصل قضیه اون وسطیه، یعنی عنتری نژاده. ضمناً این تیتر و این عکس یه معنی دیگه هم داره. با اجازتون یه جفتک تو طلسم شکسته عظماست که هفته پیش به شیخ پری التماس کرد که آقا اینقدر به دولت عنتری گیر ندید. در دولت‌ها معمولاً همه دولت‌ها اینجورن، نسبت به گذشته خودشون منتقدن، منتها از یک حدی نگذارید بره بالاتر. در این اظهار نظرهایی که گاهی انسان میشنوه از گوشه و کنار نسبت به دولت‌های گذشته، گاهی اوقات حرفای مبالغه آمیز انسان میشنوه. اگر ما نسبت به کسی بی انصافی کردیم، نسبت به ما بی انصافی خواهد شد، یعنی برو برگرد نداره. اینجوریست دیگه، یعنی طبعاً اینجوریست. ما بایستی نسبت به دیگران با انصاف برخورد کنیم. ما نفهمیدیم این علی گدا توصیه های ولایی کرد یا بادمجون باش زد؟ میگه از یک حد نگذارید بره بالا. بعد اینا دست به یکی کردن، معاون اول عنتری رو میخوان قیچی کنن. خب فردا نوبت خود عنتری میرسه دیگه. طلسم ولایت نگو، گوش کوبیده بگو. آقای اژه‌ای درباره روند پیگیری دادگاه میمه از فرزندان یکی از مسئولان فعلی کشور هم گفت پرونده به میزان دفاعیات متهم و نظر دادستان بستگی دارد. امروز هم جلسه دادگاهشون بود و ادامه داره دیگه. فعلا دادگاه در مرحله تفهیم اتهام بند کیفرخواست هستش. آها، این یکی مشت دلواپسای نظامه که چند هفته است همینجوری داره میره به سمت فک و فوک کوسه. منتها تا الان کوسه و باندش نذاشتن علنی بشه. واسه همینم داد دلواپسا حسابی به هوا رفته. اگر قرار باشد با آن همه زحمت و هزینه محاکمه غیر علنی پشت درهای بسته و محرمانه انجام شود، جفا به ملتی است که در تمامی امور پشتیبان مسئولین بودند. اصل در همه محاکمات بر علنی بودن محاکمه متهمین است و صرف نظر از نتیجه محاکمه موجب تقویت امنیت ملی و توسعه اقتدار نظام می شود. آدم دلش واسه این دلواپسا کباب میخواد. دلواپس که هستم،
آب سنگینشون هم که رقیق شده، تحریما هم که هیچی به هیچی، تازه قوه قضاییه نظامم داره بهشون جفا میکنه. اوه 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 اوه. همه رو ول کن، این دراکولای نظامو بچسب. منظورم اینه، این که الان محسنمون پخشش میکنه. امروز همچنین متهم سین میم از مسئولان سابق تامین اجتماعی هم با حضور در دادسرای ویژه کارکنان دولت لایحه دفاعی خود را با ذکر مستندات به بازپرس پرونده ارائه کرد. رفقا دوران رو به قبله شدن شاه آری از مهر رو یادتونه کارش به دستگیری هویدا و تبعید نصیری کشیده بود؟ بفرما، اینم از بوی الرحمن ولایت. من نسبت به هر 3 پرونده لایحه دفاعی تنظیم کردم و دفاعیات کامل خودم را ارائه کردم به دادسرا، ولی امروز دعوت شدم برای ادای توضیحات. فکر میکنم یه توضیحات تکمیلی بازپرس نیاز دارن. این مرتضوی دراکولا خودش عمری به این و اون دستبند میزد، حالا خودش شده متهم. خلاصه کلام این که بکش و بزن تو نظام بدجوری بالا گرفته. باید دید ته این بگیرا به کجا ختم میشه. هر کی زورش به اون یکی بچربه خطش هم تو نظام پیش میره. حالا یا زهرخوریه یا بمبخوریه، آخرش اما چیه؟ بله، شکرخوریه. موشکار